اینجا دخمه زرتشتیانه، معروف به برج خاموشان یا برج سکوت، محلی که زرتشتیان مردگان خودشون رو به اونجا می بردن. طبق مدارک به دست اومده واژه دخمه به زمانهای قبل از زرتشت برمیگرده، زمانی که ایرانیان باستان مردگان خودشون رو به محلی دور با نام دخمه می بردن و مثل بعضی از باورهای امروزی هندی تو آتیش می سوزوندن. اما بعد از ظهور زرتشت این روش کم کم تغییر کرد، ولی مردم همچنان از دخمه ها استفاده می کردن. زرتشتیان به دخمه دادگاه یا دادگه هم می گفتند. پیروان این دین مردگان خودشون رو تو دخمه ها قرار می دادن، ولی این مکان ها جایی برای به خاک سپاری مردگان نبودند، بلکه محلی بودند تا اجساد توسط حیوانات و پرندگان خورده بشن و این کار رو افرادی خاص و همراه با آیین‌های مخصوص انجام می‌دادن. اما چرا انقدر دور و چرا بالای کوه؟ برای اینکه به باور زرتشتیان تمام جهان از عناصر چهارگانه یعنی آب، خاک، آتش و هوا تشکیل شدند و این عناصر مقدس رو نباید به هیچ وجه آلوده کرد. به همین خاطر زرتشتیان مرده‌های خودشون رو دفن نمی‌کردند و اونها رو به محلی دور و بالای کوه می‌بردند تا از آلوده شدن خاک جلوگیری کنند که به اون محل‌ها دخمه می‌گفتند. البته تو شهرهای دیگه ایران هم دخمه وجود داره، مثل تهران، کرمان، سیرجان، اصفهان و چند شهر دیگه. دخمه ها مثل خیلی از سازه های مذهبی دارای بخش های خاصی بودند که هر کدوم از این بخش ها کاربرد ویژه‌ای داشتند. برج خاموشان هم مثل بقیه دخمه ها از قسمت های مختلفی تشکیل شده. جاده دخمه. از اونجا که دخمه ها تو فاصله زیادی از آبادی ها و دور از تمدن بودند، برای رسیدن به اون باید از جاده استفاده می کردند. قسمتی از این جاده مورد استفاده مردم عادی بود که جنازه رو برای تحویل می آوردند. اما از پای کوه تا در دخمه رو فقط نگهبانان یا سالارهای دخمه حق عبور و مرور داشتند. در سنگی یا آهنی دادگاه. دیوارهای برج خاموشان 6 متر ارتفاع دارند و این در تنها راه ورود به داخل دخمه بوده و فقط سالارها میتونستند برای اجرای مراسمها این در رو باز کنند. کتیبه دخمه. کتیبه‌ای بالای در دخمه وجود داشته که اطلاعاتی در مورد قدمت و نام بنا روی اون نوشته شده بود. تو اکثر بناهای قدیمی کتیبه‌ای برای توضیح در مورد اون بنا قرار داشته که بعضی از کتیبه ها هنوز هم موجود هستند. داخل دخمه. سطح داخلی برج خاموشان شامل فضای مسطح و دایره‌ای شکله که با تخت سنگ‌های بزرگی اون رو فرش کردند. داخل دخمه به صورت فرضی به 3 قسمت تقسیم میشه که مردگان مرد و زن و کودک هر کدام تو محل مخصوص خودشون قرار می گرفتند. اگر سطح این مکان رو به 3 دایره تقسیم کنیم، دایره بزرگتر حلقه مردگان مرد، دایره میانی حلقه مردگان زن و دایره کوچکتر و نزدیک به مرکز دخمه حلقه مردگان کودکان نامیده می شد. و در آخر استودان. تو مرکز برج خاموشان چاهی عمیق وجود داره که به اون استودان یا استخواندان گفته میشه. همونطور که از اسمش پیداست، استخوان مردگان بعد از تجزیه و خورده شدن گوشتشون توسط پرندگان به این چاه ریخته میشدن و بعد با آهک و تیزاب از بین میرفتن که این کار فقط توسط سالارها انجام میشد. حتی کف این دخمه شیب کمی به سمت استودان داره و بین سنگ فرش‌ها آبراهه‌هایی وجود داره تا آب بارون یا خون مردگان رو به داخل این چاه هدایت کنه. این چاه عمیق بعد از چندین فیلتر در انتها به 4 چاه دیگه متصل میشه که همه این چاه‌ها از فیلترها و صافی‌های مختلف مثل زغال و شن و ماسه پر شدن. به این خاطر این چاه‌ها هرگز اجازه ورود میکروب و آلودگی رو به خاک نمیدادن. تو فاصله 200 متری برج خاموشان بناهایی وجود داره که به اونها خیله گفته میشه. یه سری از این بناها
برای مراسم‌های مذهبی و گاهی هم برای اقامت اقوام مردگان استفاده می شده، چرا که این منطقه از شهر و آبادی دور بوده. اگر اوضاع جوی نامساعد می شده، مردم می تونستن اونجا بمونن و تو شرایط بهتر به شهر برگردن. اما یکی از این بناها متعلق به نگهبان یا سالار دخمه بوده. سالار به کسی گفته می شد که در میان زرتشتیان وظیفه انجام امور مردگان رو به عهده داشته و جسد مردگان رو غسل می داده و بالای برج می برده و بعد از چند وقت استخوان‌ها رو داخل استودان می ریخته و با آهک و تیزاب مخلوط می کرده. سالار دخمه فردی بود که تمام عمرش باید تو دخمه و نزدیکی اون زندگی می کرد و حق خارج شدن از اون محدوده رو نداشت. از اونجایی که سالارها مدام با مردگان در ارتباط بودند، ممکن بود که به بیماری مبتلا بشند. به این خاطر محل زندگی اونها جایی بیرون از آبادی بود تا کمتر با مردم تماس داشته باشند. فقط تو مواردی خاص با گذروندن 9 روز اعمالی که منجر به پاکی اونها میشد میتونستن بین مردم بیان. همچنین بنای دیگه‌ای نزدیک به دخمه وجود داره که به اون آتشخانه گفته میشه و کار این بنا این طور بود که از وقتی که جسد در دخمه قرار می گرفت تو این بنا آتیشی روشن می شد که نور اون به دخمه می تابید و تا 3 شب این آتیش رو روشن نگه می داشتن. برای اینکه به اعتقاد زرتشتیان روح شخص فوت شده تا 3 شبانه روز در اطراف جسد پرواز می کنه و بعد راهی آسمان میشه. این مراسم هم از همین باور سرچشمه می گرفته تا روح شخص فوت شده تو 3 شب اول بعد از مرگ از تاریکی و تنهایی نترسه. این آیین‌ها سالها ادامه داشتن و پیروان دین زرتشت چندین صد مردگان خودشون رو به دخمه ها می بردن. اما نهایتاً تو سال 1318 با دستور رضا شاه این کار ممنوع اعلام شد و بعد از اون زرتشتیان خیلی از شهرها مردگانشون رو تو قبرستان‌های مخصوص خودشون به خاک می سپردن. ولی تو قسمتی از یک مستند قدیمی به نام باد صبا که اولین تصویر هوایی از برج خاموشان رو ضبط کرده، نشون میده که این دخمه تا سال 1348 هنوز هم کار میکرده و حتی توی این فیلم اجسادی هم روی اون دیده میشه. آقای شهریار فرودی که به عنوان آخرین سالار زرتشتی ایران بودن هم تایید کردن که این دخمه تا اواخر دهه 40 کار میکرده و ایشون تا آخرین سالهایی که از برج خاموشان استفاده میشده تو اونجا مشغول کار بودن و حدود 25 سال تا زمانی که به عنوان سالار مشغول کار بودن اجازه ورود به شهر رو نداشتن. آقای شهریار فرودی سال 1397 و در سن 94 سالگی فوت کردند تا آخرین بازمانده از نسل سالاران زرتشتی مثل خیلی از آثار کهن به تاریخ بپیونده. اما امروزه زرتشتیان هندی که چند سده قبل از ایران به هند مهاجرت کردند همچنان آیین دخمه گذاری رو انجام میدن. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.